قسمت 57 فصل 24. نویسنده کتاب آیا نجیب را میشناسید کیست؟ پس از موافقه ژنو در 15 می 1988 برآمدن قوای شوروی از افغانستان تا فروری 1989 ادامه پیدا کرد. اما دولت نجیب همچنان جبهات جنگ را بمباران میکرد. من افزون بر نوشتن مقالات سیاسی در تظاهرات ضد بمباران رژیم نجیب در شهر سان فرانسیسکو سهم فعال داشتم. تابستان سال 1990 خبرنگاری از واشنگتن با ما در تماس شد که میخواهد با 2 مرد سیاسی به دیدن ما بیاید. 3 مرد امریکایی به خانه ما آمدند و پس از تعارف دیپلماتیک گفتند ترجمه چند مقاله شما با وسیله شفیع رائل به دست ما رسید. بنابراین از شما میخواهیم تا اگر درباره زندگی شخصی و جنایات سیاسی رئیس جمهور نجیب الله کتابی بنویسید. گفتم نگارش جنایات سیاسی نجیب یک ابزار نبرد سیاسی برای من است، اما درباره روان سادیستی نجیب باید یک روانشناس انگیزه‌های تمایل جنون آمیز به جنایت را در وی بازشناسی کند که من این توانایی را ندارم. زیرا برای اعمال یک جنایت فرد باید مجهز به اندیشه باشد که ویژگی اصلی آن عدم احترام به حیات انسان‌ها و به گونه خاص به حق حیات مخالف خود است. این عدم احترام از شرایط تربیتی و فرهنگی فرد برمی آید که احترام به حق حیات و رعایت حق بقای فیزیکی دیگران را نیاموخته است و به خود حق می دهد که مخالف سیاسی، مذهبی و تباری خود را دشمن بنامد و از صحنه حذفش کند. در این هنگام صدیق پیش نشست، صدایش را صاف کرد و با قیافه جدی گفت ثریا راست میگوید، وی توانایی این کار را ندارد، اما من به عنوان برادر نجیب شاهد جنایات و بیماری‌های روانی و جنسی وی بوده ام. من میتوانم همچون کتاب را بنویسم، اما چون از قدرت نگارش در سطح بالا بهره ندارم باید ثریا با من همکاری کند. آقای معتوز به گمانم نامش مستعار بود گفت با مستر صدیق رایی موافقیم. شما خانم با اگر مستر رایی را کمک کنید جنون نجیب بیشتر می شود، اما اگر شما اردو نخواسته باشید این کشور دموکراتیک است و شما را کسی وادار نمی تواند کرد. گفتم شاید کمکش کنم، اما نمیدانم. هنگامی که در آشپزخانه چای دم می کردم با خود گفتم کار خوبی شد که مسئولیت نوشتن چنین کتاب را خود برادرش بر دوش گرفت و شاید هم به پندار خودش از موقعیت‌ها و چانس‌های طلایی سود میبرد و نمیخواهد در حاشیه قرار گیرد. با این کار احساس حسادت وی در برابر من فروکش می کند. برایش احساس غرور پیدا می شود که آدم مائم شده است. آنگاه پایش از ولگردی و پرسه زدن به کوچه های دربدری جمع می شود. آقای معتوس گفت 3-4 ماه وقت برای نوشتن کتاب می دهیم و هزینه کتاب را هم می پردازیم. آقای صدیق رایی با شنیدن هزینه کتاب چشمانش درخشیدن گرفت، انگار که سوار بر اسب سپید برای فتح جهان می رود. در باب محتوای کتاب به توافق رسیدند،
اسناد را امضا کردند و کار نوشتن کتاب آغاز شد. چند برگ نخست با خط زیبا و چند اشتباه املایی نوشته بود که من برایش بازگو کردم. در بخش‌های بعدی ورق پاره چشمدید دوران کودکی خود را از تجاوز نجیب بر گلبانو و تبرکو به عنوان حقایق تکان دهنده نگاشته بود. اما احمزی برادرش تجاوز بر گلبانو را به خود صدیق نسبت میداد. وی در صفحه 11 رساله اش در مورد ستم پیشگی نجیب چنین نوشته بود: نجیب تمام اعضای خانواده را لط و کوب میکرد. هیچ کس به جز از پدرم از لط و کوب وی بیداغ نمانده بود. این کتککاری وی به حد وحشیانه بود. زمانی که اطفال معصوم خانواده ما آواز وی را می شنیدند، لرزه بر اندامشان می افتاد و از سر ترس پناهگاهی برای خود جستجو می کردند. لط و کوب نجیب اکثر اعضای خانواده ما را به بیماران روانی مبدل گردانیده بود. تمام آنها لجوج، کجخلق، زشت و خشنبار آمدند. در برخوردهای اجتماعیشان خودخواهی و زشتی بخش جدایی ناپذیر شخصیتمان شده است. در این بخش خودش به باد انتقاد گرفتم و گفتم تو باید می نوشتی که با لط و کوب‌های نجیب تو هم بیمار، لجوج و خشنبار آمدی. با عصبانیت گفت اما دیگر از ستم نجیب آزاد شده‌ام. گفتم تو میپنداری آزاد شدی، اما زخمای ناشی از پیامدهای دراز مدت شکنجه در روان تو همچنان باقی است. اثرات خشونت نجیب که در ناخودآگاه تو رانده شده همچنان کارگرد خود را حفظ کرده است، بدون آن که بدانی هویت و خصوصیات تو با هویت نجیب یکسان شده است. برای همین سالاست که با من و دو کودکت با خشونت برخورد میکنی. باید بدانی که خالد رویا نیز خشونت و رفتار تهاجمی تو را فرا میگیرند و سپس بر ضد دیگران اعمال میکنند و قربانی دور و تسلسل فرهنگ خانوادگی شما میشوند. تو از نخستین روزهای تولد تا کنون با رفتار خشونت آمیز حتی حق گریه کردن و واکنش نشان دادن را از کودکانم گرفته ای تا تابع و فرمانبردار تو باشند. تو آن دو پرنده زیبا را گروگان گرفته ای. گفت تو آزادشان کن. گفتم اگر آزادشان هم کنم پرواز را از یاد برده اند. تو با شعبده بازی های روشنفکرانه نجیب را نقد می کنی، اما نمی گویی که خودت کمر کوکه خواهرت را که با لگد شکستی و او تا کنون از درد کمر رنج می برد. گفت من در این کتاب به هیچ یک از اعضای خانواده ام رحم نمی کنم، زیرا هیچ یک آنها به من رحم نکرده اند. من هر آنچه را می دانم می نویسم و تو ناگزیر به اصلاح آن هستی. گفتم من چون تو هیچ سند را امضا نکرده ام تا ناگزیر به اصلاح آن باشم. من نمی توانم هر آنچه را که تو بخواهی آن کنم. با خشم توفنده گفت من زن سرکش را رام می کنم. گفتم پیش از آن که تو مرا رام کنی قوانین این سرزمین تو را رام می کند. چهره اش تیر کشید. دیدم قصد تهاجم بر من دارد. به سوی آشپزخانه دویدم. وی دنبالم کرد. راه گریز نداشتم. در زاویه دیوار گیرم کرد و سرم را به عقب فشار داد. از درد چیخ کشیدم و بر زمین افتادم. خالد رویا که در طبقه بالا بودند با شنیدن فریادم پایین دویدند. من از شدت درد تاب می خوردم. خالد سرم را روی زانویش گذاشت و گفت
مادر بلند شو. رویا با رنگ پریده برایم یک گیلاس آب آورد. من جرفای زخمای روانی خالد رویا را لمس می کردم که ناسورتر از زخم من بود. من دردم را فریاد می کشیدم، اما آن دو درد خود را درونی می کردند، زیرا نه توان دفاع کردن داشتند و نه جرأت اعتراض و واکنش نشان دادن. شب درد گردنم فزونی گرفت. وی پس از هر اشتباهی گریه می کرد تا از یک سو عواطف دیگران را برانگیزد و از سوی دیگر خود را بیگناه جلوه دهد. با ترفند گریه و تضرع از من پوزش خواست و برای خالد رویا گفت: من میخواستم مادرتان را ببوسم. وی نگذاشت و سر خود را عقب کشید که گردنش اندکی افگار شد. من عاشق مادرتان هستم، اما وی همیشه از من متنفر بوده است و دوری می جوید. آنگاه سیل سرشک بر دامن آن دو کودک معصوم فرو چکید. با دریغ من گاهی در جرفای چشمانش عشق و عاطفه را نمی دیدم. انگار که چشمانش جرفا نداشتند. تنها یک جفت چشم شیشه‌ای بیرو می چرخیدند. از ادقه بیرون می جهیدم تا خشمش را بازتاب دهد، اما هرگز در نگاهش عشق و عاطفه بازتاب نمی‌یافت. من از درد به خود می پیچیدم و صدیق مرا به بیمارستان استنفورد رسانید. پس از پرتو افشانی مغناطیسی پزشک گفت: با تأسف در دیسک پنجم گردنتان یک پارگی دیده می شود و شاید قبلا هم کدام آسیب دیده و دو موره با هم نزدیک شده است. گفتم: آری، بار نخست 8 سال پیش این آدم سرم را به سقف کوبید که موره‌های گردنم به هم نزدیک شدند. پزشک گفت: این بار دوم است که چنین جنایت را مرتکب می شود و تا هنوز آزاد است. باید به پلیس زنگ بزنی تا روانه زندان شود. میدانی اگر تداوی پاسخ ندهد باید با جراحی یک دیسک گردنت را بکشیم. تشخیص درد و گزارش جنایت به ساعت 10:10 19 آگوست 1989 درج کامپیوتر بیمارستان استنفورد شد و کاپی آن را به دستم دادند که تا سند برای دادگاه باشد. با خود اندیشیدم اگر به پلیس زنگ بزنم آقا زندان می رود، خالد رویا را کی مکتب می برد و می آورد. من که در بستر بیماری افتاده بودم دیگر نه کالج رفته می توانستم و نه پی کار. کرایه خانه را کی می پردازد؟ باز با طلاق همان پرستیژ لعنتی سیاسی که سالها برایش با آی گزاف پرداخته ام چی می شود؟ تلفن زنگ زد. آقای مطوس بود و از پیشرفت کار کتاب پرسید. برایش گفتم گردنم به وسیله مستر صدیق رایی شدیداً آسیب دیده است و من توانایی همکاری با وی را ندارم. وی با اندوه ژرف گفت: اگر کار کتاب در میان نبود بی تردید جای وی زندان بود تا پایان کتاب که یک مبارزه اصولی بر ضد حکومت دست نشانده نجیب است شکیبا باشید. ما تنها به نوشتن چشم دیدای وی از جنایات برادرش نیاز داریم. متن و نگاشته ها را همکار ما که یکی از ژورنالیستای چیره دست افغانستان است اصلاح و ویراستاری خواهد کرد. شما استراحت کنید و مواظب گردنتان باشید. گوشی را صدیق گرفت و با یک بیگناهی ریاکارانه آسیب گردنم را به دوش تصادف گذاشت. با این عمل دیگر نزد آنها پرستیژ روزهای نخستین را نداشت. آقای مطوس محمد را که یک نام مستعار بود تلفنی به وی معرفی کرد
پس از آن روز سر و کارش با محمد شد که به گمانم امان شفیع راحل بود. صدیق به تنهایی نوشته رساله را به پایان رساند و به محمد فرستاد. محمد پس از ویراستاری دوباره نوشته را به وی فرستاد تا با خط خود پاکنویس کند و کاپی آن را دوباره جهت نشر به محمد بفرستد، چون که آنها می‌خواستند کتاب به خط خودش باشد تا فردا از نوشتن آن انکار نکند. آقای مطوس در واپسین دیدار به تاریخ اول آگوست یک چک آوی مبلغ 14,636 دلار به نام صدیق رایی به دستش سپرد که اصل کاپی آن سند در اخیر کتاب نشر شده است. کتاب که در واقع یک رساله کوچک بود، در اکتبر 1990 یعنی اقرب 1369 زیر عنوان آیا نجیب را میشناسید به تیراژ 10,000 نسخه در 79 برگ به نام صدیق رایی به نشر رسید. آن رساله کوچک که جیبی در واقع ماین تربیه شده بود که چون انفجار نابهنگام نجیب را به سرعت جنون کشاند. وی تهدید کنان پیام فرستاد که به زودی از برادرش انتقام خواهد گرفت. ده‌ها هزار جلد کتاب از سوی اواخواهان ببر کارمل در پاکستان به نشر رسید که نه تنها در داخل کشور و پاکستان بلکه در اتحاد شوروی و کشورهای غربی میان افغانستانی‌ها دست به دست میشد. پیش داوری من درباره صدیق به واقعیت پیوست و این بار با نشر ورق پاره‌هایش احساس غرور، بزرگی و براعت میکرد. احساس نویسنده بودن میکرد. احساس رایی از کتک خوردن‌ها و داوری‌های مردم به عنوان برادر قاتل 80,000 انسان میکرد. انگار که با یک گل بهار میشود. یک صندوق کتاب را در پشت موترش برای براعت خود گذاشته بود. اگر کسی بر وی اعتراض میکرد، یک جلد کتاب خود را به دستش میداد و غرور آمیز میگفت این منم که بر ضد برادر خائنم این کتاب را نوشتم، اما خود از درون پلاسیده بود. الوداع با دروغ و سیاست. 1 سال با درد گردن دست و گریبان بودم. هنگامی که اندک بیبود یافتم پزشکم مژده داد که نیاز به جراحی ندارم. رویا که دختر مهربان و حساسی بود با شنیدن این خبر از خوشی گریه میکرد. وی شتابان با برادرش بیرون رفت و برایم 2 دسته گل به عطر و زیبایی خود آوردند. دوباره درس‌های کالج را از سر گرفتم تا به پا ایستم و کار زندگی را با وی یکسره کنم. اما یکسره کردن با درد گردن و فرهنگی که سالها در آن زیسته بودم در موجودیت 2 کودک به آن سادگی ها امن نبود. سپتامبر 1991 نبی کوزاد به دیدنم آمد و با اندوه فراوان گفت امروز با شنیدن خبر تکان دهنده سخت در یک جدال درونی به سر میبرم. اگر برایت بگویم ماجرای برپا می شود و اگر نگویم با پنهان کردن آن احساس گناه می کنم. من بی‌تابانه خواستم آن راز را به من بازگو کند. دیدم از زیر عینک سیاه وی قطرات اشک بر رخسارش جاری است و با گلوی گرفته گفت با آنکه در نخستین دیدار برداشت ناخوشایندی از برادر رئیس جمهور داشتم، به پاس خودت وی را کمک کردم. امروز وحید خواهرزاده ام گفت ماما جان
من به خواهش شما برادر نجیب را در پیتزا فروشی خود کار دادم. این آدم شرف باخته چند روز پیش به یک زن معیوب که روی چوکی چرخدار بود تجاوز کرده است. با شنیدن واژه تجاوز قلبم لرزید. سرسام گرفته پرسیدم چگونه، در کجا؟ کوزات ادامه داد وی که راننده پیتزا رسانی به خانه آمی باشد، انگامی که می‌بیند زن معیوب در یک خانه تنهاست، دهن خود را بر دهن زن می‌گذارد و به زور چندین بوسه از لبانش می‌رباید. زن اعتراض کنان فریاد میزند و وی پا به فرار میگذارد. زن بینوا که سالها مشتری وی بود برایش زنگ میزند و گریه کنان از عمل زشت راننده پیتزا فروشی وی شکایت میکند. و هیچ چاره نمی بیند و از ترس اینکه مبادا جریان به پلیس و محکمه کشانده شود برای زن میگوید این آدم نرمال نیست، تازه از نیویورک امروز آمده بود و من پیزا را به دست وی فرستادم. او دیگر در این دکان کار نمی کند و با پوزش برای جبران کار ناستوده وی همیشه برایتان پیتزای مجانی میفرستم و هر آنچه کار داشته باشید. زن را تطمیع و آرام می کند تا به شکایت قانونی دست نزند. با آمدن صدیق وحید وی را سرزنش می کند تا گور خود را گم کند. اما پس از التماس برادر نجیب ناگزیر می شود که وی را در شهر پلزنتون در پیتزا فروشی خواهرش سیماگل کار بدهد. با شنیدن این فاجعه طوفانی در اندرونم برپا شد. اگر زمین می ترکید و من به یک بارگی در ژرفای آن فرو می رفتم، بدان پایه برایم فاجعه بار نبود که از شنیدن این جنایت حیران بودم. جلوی چشمان خالد رویا چگونه واکنش از خود نشان بدهم؟ کوزات گفت هیچ گونه واکنش از خود نشان ندهید. هدفم یک آگاهی داشتی بود. گفتم در افغانستان دکتر اجازی و دکتر ترینا برایم از پرشتی‌های وی آگاهی بهداشتی داده بودند. بنابراین سالهاست به بستر من راه ندارد. کوزات گفت این گونه که است بگذار هر کاری که می کند. گفتم مگر آبروی همه را می برد؟ صدیق شب خانه آمد و با پرسش‌های من رنگش پرید. چهره‌اش دگرگون شد و با صدای خشن فریاد زد اینا همه دروغ است، همه دروغ میگویند. حتی کوزات سوخته این دروغ‌ها را بافته. مسعود خواهرزاده‌ام که تازه از هنگری به خانه‌ام آمده بود گفت برای فروکش کردن ماجرا با احمدیار و آقای کوزات به خانه زن معیوب می رویم تا حقیقت را دریابیم. آنها آمدن و وادارش کردند که اگر واقعاً بیگناه است باید ما را به خانه آن زن ببرد. وی که بدگونه گیر افتاده بود با ناگزیری ما را به خانه زن برد. در را زنگ زدیم. پس از دقایق یک زن معیوب مطلعی روی چوکی چرخدار دروازه را باز کرد و احمدیار صدیق را نشانش داد و پرسید این مرد را می شناسی؟ زن با تنفر عمیق نگاهی به وی افکند و گفت من از این حیوان کثیف متنفرم. اشک بر بلور چشمان آبی وی دمید و دروازه را با شدت بر رویمان کوبید. از خیانت وی پاهایم به سستی گرایید. پیش از آن که به زمین بخورم مسعود مرا محکم گرفت و همه خشمگین و خاموش در موتر احمدیار نشستیم.
احمدیار در نیمه راه موتر را کنار خیابان کشید، جو خاموش را شکست و برایش گفت زود از موترم پیاده شو. وی خاموش با سر افکندگی پایین شد و احمدیار سرعت گرفت و بیگسست به من گفت این احمق ارزش تو را ندارد، به زودی وی را طلاق بده. با سخنان مسعود خلیلی را به یاد آوردم که می گفت این مرد در امریکا در لجنزار فساد غرق خواهد شد. وی چند روزه در خانه یک جاجی به سر برد. جاجی نیز به سطوح آمد و بیرونش کرد. در فرجام با گریه و ندامت به خانه برگشت. این بار تعهدنامه را با این متن نوشت: 6/10/91. ثریا جان دوست داشتنی، از بس که تو را دوست دارم نمیتوانم نارامیای تو را ببینم. علاقه دارم که پس از این کار نکنم که باعث جار و جنجال و سر و صدا در خانواده گردد. تو و فرزندانم را نمیخواهم بعد از این در درد و رنج به سر برید. امیدوارم خانواده باصفا و صمیمی داشته باشیم. فضای خوش جانشین غم و کدورت گردد. میخواهم مطابق میل و ذوق و سلیقه تو خود را اصلاح کنم. با دروغ الوداع میگویم. با احترام، صدیق رایی. که این سند به خط خودش در آخر کتاب به نشر رسیده تا انکار نتواند. من به باورهای دست یافته بودم که منش و ماهیت وی با این توبه نامه تغییر نخواهد کرد. بنابراین برای وکیل به نام صدیقی زنگ زدم و تقاضای طلاق کردم. وی گفت چون 2 کودک دارید پیشنهاد من این است که نخست از همسرم مهناز صدیقی که سایکولوژیست هم هست و در مرکز حمایه زنان و کودکان کار میکند وقت ملاقات بگیرید تا با شما و شوهر و کودکانتان گپ بزنند و نظرش را بنویسد. من چند بار مهناز صدیقی را دیدم، خواست تا از صدیق نیز دیدن نماید. وی چند جلسه مهناز صدیقی را دید. وی انجارهای غیر اخلاقی و خشونتبار خود را پیامد طرز تربیت خانواده و یک دوران کودکی خالی از میل مادری و ستمگری برادرش میدانست. وی با التماس به روانشناس تعهد سپرد که خود را تغییر میدهد و پزشک روانشناس برایش پیشنهاد کرد که از گاهی میخواهد خشم دوران کودکی را بیرون بریزد میتواند به دره سنول رفته آنجا چیغهای بلند بکشد و خود را راحت کند و سپس به خانه برگردد. اما حق ندارد زن و فرزند خویش را آماج خدنگهای عقده و خشم خود سازد. وی دست کم هفته 1 بار باید پزشک روانی را ببیند چون از کودکی با خشونت آزار بزرگ شده است. آنچه به دیگران میدهد باز هم همان خشونت و آزار است. وی با ندامت و استغاثه پذیرفت که جهت بیبود و اصلاح خود نزد سایکولوژیست برود، اما طلاق را به هیچ وجه نمیپذیرد. مهناز از من خواست تا برایش یک چانس بدهم. اگر تغییر نکرد شوهرش پرونده طلاق را به دادگاه می سپارد. پس از آن روز به وقت معین خانه می آمد و روزی 1 بار به دره سنول که کوههای بلند داشت می رفت. اما من که تردید به رفتن وی بدانجا داشتم روز به وقت معین به دره سنول رفتم تا از دور دستا وی را نگاه کنم.
دیدم بر ستیغ کوه ایستاده و با فریادهای خشمگین نجیب برادرش را دشنام می‌دهد و غضب آلود سنگ‌ها را بر رود پرتاب می‌کند. شام که خانه آمد یک آرامش نسبی داشت. پس از یکی دو ماه کار در پیتزا فروشی سیماگل بسیار شیک شده بود. پس از یکی دو ماه کار در پیتزا فروشی سیماگل بسیار شیک شده بود. باز شبا دیر به خانه می آمد و از دنش بوی شراب بیرون می زد. می پرسیدم کجا شراب نوشیدی؟ می گفت در پیتزا فروشی سیماگل و شوهر خواهرش مرا وادار کردند تا شراب بنوشم. زمانی که از وحید پرسیدم خواهرت دکان پیتزا فروشی دارد یا شراب فروشی؟ وحید گفت خواهرم بیوزن 50 ساله است که صدیق دلباخته جان و جانان گفتنش شده است و بین آنها روابط شرم آور جریان دارد که برای ما نیز مایه آبروریزی است. من چند بار بر خواهرم خشم گرفتم و اعتراض کردم اما سود نبخشید و وی گفت اینجا امریکاست و من آزادم و به تو مربوط نیست. داستان رسوایی صدیق با سیماگل همه جا پیچید. دیگر هفته‌ها به خانه نمی آمد و تنها روزهای شنبه از پشت در خالد و رویا را گاهی می گرفت و با خود سینما و رستوران می برد و پس از 2-3 ساعت دوباره آنها را در پشت در خانه رها می کرد و خود پی کارش می رفت. رویا که نسبت به خالد اساس‌تر و زرنگ‌تر بود می گفت من دیگر نمی خواهم با پدرم بیرون بروم. می بینم که در طول راه ما را بر ضد شما تحریک می کند. من گپ‌هایش را باور ندارم اما خالد بیچاره که بسیار ساده است از وی می ترسد، مظلومانه خاموش می ماند تا کدام سیلی به صورتش نزند و شاید روزی از ترس و سادگی بلایی به سرش بیاید. پس از افشای تجاوز صدیق بر زن معیوب و دل بستن به سیماگل پشتوانه حیثیتی وی کاملا برباد رفته بود. نسبت این که چرا رازداری نمی کردم با احساس کینه‌توزی و حقارت در پی بانه‌هایی بود تا بتواند برای من یک پرونده همسان با خودش بسازد. بنابراین یک یادداشت مرا چون شیطان درامه اوتلو در جیبش گذاشته بود و هر چند روز پنهانی پشت مکتب خالد می رفت. ساعتها وی را تشنه و گرسنه در موترش نگه می داشت و در گوشش می چکاند که مادرت این متن را برای کسی نوشته است. خالد که خواندن و نوشتن فارسی را نمی دانست با معصومیت از آن سر در نمی آورد. در واقع پدر با شستشوی مغزی به پسر القا می کرد که فرزند مادر بد است. بدین گونه احساس غرور نوجوانی و اعتماد به نفس را در وی آسیب می زد. من که از ترفندها، اتهامات و دروغگویی‌های وی جانم به لب رسیده بود از وکیلم خواستم تا هرچه زودتر پرونده طلاق را به دادگاه بسپارد تا من و 2 کودکم از شر این ایولا رهایی یابیم. صدیق پس از گرفتن نامه وکیلم پریشان حال و گریان به خانه آمد. طبق عادت همیشه با گریه و تضرع نه تنها خود را به پای من بلکه به پای خالد رویا نیز افکند و از دروغ‌ها و اتهامات انتقام جویانه خویش 100 بار پوزش طلبید و توبه نامه با این متن نوشت و به دستم داد. سریا جان، دیگر به این بی آبرویی و بی غیرتی خاتمه می دهم. امیدوارم دفعه آخر باشد و مرا ببخش. در صورت تکرار آن یک ابلیس خواهم بود. با دروغ الوداع می گویم. صدیق رایی.
سند شماره 6 در آخر کتاب که به قلم خودش ای است و مثل از این صدا توبه نامه دیگر داشت که او به توبه کردن و من به بخشیدن عادت کرده بودم. طبق قوانین کالیفرنیا دادگاه برای رسمی شدن طلاق 6 ماه مهلت می دهد و این احتمال را در نظر می گیرد که شاید زن و شوهر با هم کنار بیایند و آشتی کنند، اما وی پل‌های پشت سرش را شکسته و راهی برای برگشت نگذاشته بود. تنها دشنه‌ای که در دست داشت گروگانگیری ذهنی خالد معصوم بود که به قربانگاه پدر می شتافت. پدر در صفحه 12 رساله خود آیا نجیب را میشناسید درباره فرهنگ خشونت و تفرقه اندازی برادرش با خودنمایی نگاشته بود و از خاطر ظلم و وحشتگیری نجیب از خانه ما تفاهم، محبت، انسانیت، عاطفه و دوستی و احترام به حقوق همدیگر رخت بربسته بود. نجیب یک شیطان منافق بود. وی پیوسته مادر را علیه پدر و پدر را علیه مادر، خواهر را علیه خواهر و برادر را علیه برادر تحریک میکرد و همه را به جان هم می افکند و بعد به آنه می گرفت و همه را زیر ضربه های مرگبار قرار میداد. با دریغ آقای رایی این منتقد نجیب در نیافته بود که این فرهنگ خشونت و تفرقه اندازی وارد ناخودآگاه خودش نیز شده است. وی هرگز به سخنرانی غیر انسانی و انجارهای خیشتن خیش نمی پرداخت. چه سان فرزند خود را بر ضد مادرش تحریک و چه بیرحمانه وی را از گرمای مهر مادری دور نگه داشته بود. وی خالد رویا را از کودکی چنان زیر فشارهای جسمی و روانی قرار میداد که در حالت اختلال سیستم دفاعی ناگزیر به وابستگی و اطاعت بیچون و چرا از پدر شکنجهگر می شدند. بیشترین جدال‌های واکنشی من در برابر روش غیر انسانی و وحشیانه وی با کودکانم بود. و ویژه خالد که برای رهایی از فشار شکنجه می رفت تا با پدر شکنجهگر خود هم‌هویت شود. هنگامی که نمی توانست خالد را جلوی چشمان من کتک بزند، وی را شبانگام به بانه بیرون می برد و در بیشه پارک الیزابت به شدت کتکش می زد و می گفت در خانه برای مادرت چیزی نگویی. شب تامسنا پلیس شهر فریمون وی را هنگام کتک زدن خالد در پارک می بیند و می پرسد چرا این نوجوان را در تاریکی پارک دور از چشم مادرش آورده کتک می زنی؟ من که زمانی با پلیس FBI مامور مراقبت شما بودم و بچه ها بودم بازداشتت نمی کنم، ولی اگر خالد شکایت کند به زندان می روی. اما خالد از ترس که مبادا پدر جلادش بازداشت شود می گوید گناه پدرم نیست و گناه من است. من مسئول کتک خوردنم هستم، نه پدرم. به شما مربوط نیست. تامسنا به خانه من آمد و جریان آن شب را غمگینانه برایم روایت کرد و گفت خالد در برابر رفتار تهاجمی پدر خود را گناهکار و پاسخگوی خشونت وی می داند. وی به کتک خوردن معتاد شده است و پدر به کتک زدن، که این ستم پذیری خالد خود یکی از مباحث روانشناسی است. پدر پسر را بیمار می کند
باید وی را به مرکز بررسی امور جوانان ببری که روانشناس آنجا حقوق وی را در کشور امریکا برایش بازگو و احساس اعتماد به نفس را در وی تقویت کند تا دیگر به پدرش اجازه ندهد که وی را اهانت و شکنجه کند. اداره پلیس پدر را نیز برای تجدید تربیت و خودداری از خشونت به گونه اجباری در مرکز مخصوص برای 6 ماه زیر مراقبت گرفت. دادگاه برایش سفارش نامه داد تا به 100 متری من و خالد رویا نیاید. و 1 ماه ناپدید شد. باز رویا برایم گفت پدرم پنهانی خالد را ملاقات و تحریک می کند. خالد نیز ناراحت و افسرده به نظر می آمد. دلم به سادگی و معصومیتش 100 پاره می شد. روز برایم گفت مادر 1 خواهشم را قبول می کنی؟ گفتم چرا نه؟ اگر جانم را بخواهی برایت می دهم. گفت پدرم بسیار گریه و زاری می کند. در موترش می خوابد. مادر لطفاً اجازه بدهید که پدرم خانه بیاید. اگر طلاق بگیرید من با پدرم می روم. این سخن خالد چون خار به قلبم خلید. خالد هنوز 15 سالش نبود و نیاز به آغوش گرم مادر داشت و رویا را بسیار دوست می داشت. آیا جدایی خواهر و برادر و بر وجدان من سنگینی نمی کرد؟ آیا روی شکننده آن دو تحمل این همه کشمکش های زندگی را داشت؟ من نمی دانستم چی کنم. پاشیدن خانواده نیمه گسسته ما با شعارهای آزادی زن جور در نمی آمد. گروگانگیری خالد از سوی پدرش، آن هم در چنین سن و سال بحرانی، بار مسئولیت عاطفی را بر دوش من می گذاشت و من که برای آیین قربانی آراسته شده بودم، با آنکه پرونده طلاق در جریان بود، من به خواهش خالد تن در دادم تا پسر نازنینم را نزد خود حفظ کرده باشم. پایان قسمت 58 فصل 24.